یکی از خوشمزه ترین غذاهایی که با سیب زمینی درست میشه همینه. تو دهن آب میشه از بس که لذیذه. سیب زمینی های پخته شده رو تا وقتی هنوز داغ پوست بگیرید و با گوشتکوب له کنید. کمی جعفری خشک و فلفل سیاه و نمک هم بهش اضافه کرده و کنار بذارید. گوشت چرخ شده رو همراه پیاز نگینی تفت بدید. ادویه‌های داخل کپشن و فلفل دلمه رنگی رو بهش اضافه کرده و سرخ کنید. برای درست کردن یه سس سفید لطیف و بی‌عیب و نقص که راز خوشمزگی این غذاست، 2 قاشق آرد رو با 50 گرم کره در حد 1 دقیقه تفت بدید. 2 لیوان شیر سرد رو بهش اضافه کنید و سریع هم بزنید. کمی پودر سیر، پودر پیاز، جوز هندی و نمک بهش اضافه کنید. سس که کمی غلیظ شد، شعله رو خاموش کنید. به اندازه 1 نارنگی از پوره سیب زمینی بردارید. ابتدا گرد کنید و سپس طبق ویدیو داخلش رو گود کنید و از مواد گوشتی بذارید و دوباره گرد کنید. داخل ظرف مناسب فر 1 لایه سس سفید بریزید. توپک‌های سیب زمینی رو داخل ظرف بچینید و از سس سفید روش بریزید. در آخر کمی پنیر پیتزا هم اضافه کنید. به مدت 20 دقیقه داخل فر بذارید تا مزه ها با هم ترکیب شه. ببین به قدری خوشمزه است که برای هر کس درست کنی محال عاشقش نشه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. نوش جان.